به نام خدا، دوستان گرامی و همراهان عزیز سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با اولین قسمت از مجموع مصاحبه های آکادمی برنامه‌نویس در خدمت شما هستیم. در اولین قسمت از این مجموعه برنامه ها افتخار این رو داریم که در خدمت مهندس عباس کاشی باشیم. آقای مهندس، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. اگه صحبتی با بیننده ها دارید در ابتدای در واقع برنامه، ما در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون. منم سلام عرض کنم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که به عنوان اولین مهمون توی این مجموعه از برنامه‌ها دارم شرکت میکنم. من خدمت شما هستم. باعث افتخار ماست. ابتدای کار میخوام یکم در مورد خودتون توضیح بدید، خودتون رو بیشتر معرفی بکنید برای دوستانی که حالا ممکنه آشنایی کمتری با شما داشته باشن. بفرمایید که چند سالتون هست، از کی برنامه‌نویسی رو دقیقاً شروع کردید و الان توی چه مرحله‌ای قرار دارید؟ درست. من عباس کاشی هستم، متولد 1369. الانم 33 سالمه. بعد مهندسی نرم افزار خوندم دانشگاه پیام نور و حدود 12 سال برنامه‌نویسی دارم کار میکنم تو حوزه دات نت مایکروسافت، هم وب هم ویندوز و فلاتر هم کار میکنم تو حوزه موبایل. بسیار عالی. چطور شد که به برنامه‌نویسی علاقه‌مند شدید؟ ببینید، راستش من از 15 سالگی تقریبا شروع به کار کردم. کارهای مختلفی هم امتحان کردم از اون موقع، یعنی برقکاری بوده، نقاشی ساختمون بوده، نقاشی در و پنجره بوده، بنایی حتی بوده کار کردم. شغلای دیگه هم بوده که تست کردم، هر کدوم شاید بیش از 4-5 ماه توش دوام نیاوردم. دلیلش این بوده که اونجوری که باید از لحاظ روحی و ذهنی هیچ وقت منو ارضا نکرد این شغلا. تا اینکه وارد دانشگاه شدم و با برنامه‌نویسی آشنا شدم. البته حالا یه چالشایی هم بود توی برنامه‌نویسی که داشتم. بعد از اون علاقه‌مند به برنامه‌نویسی که شدم، یعنی وارد این حوزه که شدم، دیدم این شغلیه که تقریبا میتونه منو به چالش بکشونه، چون من از لحاظ ذهنی آدمیم که دوست دارم همیشه به چالش کشیده بشم، دوست دارم همیشه کارهای جدیدی انجام بدم. ولی خب مثلا بقیه رشته‌ها، به حالا این شغلایی که مثلا نام بردم، کارهایی هستن که روتینه، یعنی هر روز یه سری کارا رو باید صبح تا شب انجام بدیم، صبح تا بعد از ظهر انجام بدیم. ولی برنامه‌نویسی هر پروژه‌ای برای خودش یه دنیایی برای خودش داره، یه تعریفی داره. مثلا من تو این 10-12 سال با رشته‌ها و آدم‌ها و خیلی چیزای مختلفی آشنا شدم. مثلا پروژه حسابداری مثلا من داشتم، با مشاور حسابداری رفتم صحبت کردم، کار کردم. انبارداری بوده، نمیدونم سایت‌های فروشگاهی بوده، یعنی چیزایی بوده که همیشه چالش‌های جدیدی بوده و تونسته منو به چالش بکشونه. بخاطر همین من وارد حوزه برنامه‌نویسی شدم توی رشته. خیلی هم عالی. حالا با توجه به اینکه فرمودید حدود 12 ساله که تو این زمینه دارید فعالیت می‌کنید و تجربه نسبتاً خوبیه دیگه، تو حوزه‌های مختلف هم فعالیت کردید، آیا کلاً حالا این فیلد کاری رو و این شغل رو برای افرادی که علاقه‌مند هستن به این حوزه پیشنهاد می‌کنید؟ ببینید، کلاً رشته برنامه‌نویسی رشته خیلی جذابه، به خصوص الان که حالا دلایل مختلفی هم داره. یکیش دلایل اقتصادی کشور هستش که خب خیلی علاقه‌مند میشن بیان توی حوزه برنامه‌نویسی، ولی واقعیتش اینه که خب یه سری چالش‌ها و سختی‌های خودش هم داره. یعنی من که مثلا الان 12 سال کار کردم، شاید 4-5 سال اول فقط زحمت کشیدم، فقط تلاش کردم، فقط یاد گرفتم تا مسلط بشم تو این حوزه. تا الان مثلا دیگه تونستم یه آدم شناخته شده یا در حد خودم بشم توی حالا شهر و شهرهای دیگه و بتونم پروژه‌های مختلفی بگیرم. فقط صرف علاقه نیستش تو این رشته. خب رشته ما مثل معلمیه. این معلما درآمد خوبی ندارن، ولی خب اونایی که داخلش هستن تقریبا چون علاقه دارن توش هستن. واقعا خیلی مهمه که علاقه داشته باشید. در کنار اون 1-2 سال اولش واقعا فقط زحمته. یعنی صرف این که بگی من یه دوره دیدم، نمیدونم 1-2 تا کارم زدم، شما به نظر من برنامه‌نویس حساب نمیشه طرف. خب خیلی‌ها فکر می‌کنن خب من 3 ماه 4 ماه رفتم دوره دیدم، یه هزینه‌ای کردم، الان دیگه برنامه‌نویسم، میتونم به اون درآمدایی که حالا فکر می‌کنن. آخه تصور خیلی‌ها اینه که درآمد برنامه‌نویسی خیلی خیلی بالاست و اینا. درست. تا یه حدیش خب آره، برای برنامه‌نویس سینیور که واقعا 10 سال حداقل تجربه داشته باشه، آره درآمدهای خوبی تقریبا داره. البته که میگم تقریبا یعنی نسبت به حوزه‌های دیگه.
یعنی اون چیزی که حق خود برنامه‌نویساست تقریبا هنوز بهش نرسیدن. ولی خب بازم نسبت به اون 10 سال گذشته که مثلا ما شروع کردیم خیلی بهتر شده الان. به خاطر همین الانم خیلی مثلا به من تماس میگیرن، مشاوره مثلا میگیرن که من میخوام وارد این حوزه بشم، اصلا از رشته‌های دیگه، طرف کارگر کارخونه است حتی تماس میگیره میخوام وارد برنامه‌نویسی بشم و اینا، چون یه جورایی جذابه براشون مثلا این حوزه. و خیلی هم الان به خصوص این 1 سال اخیر که هوش مصنوعی هم خیلی وارد حالا اینستاگرام و بقیه حوزه‌های تو فضای مجازی شده، خیلی بیشتر رغبت کردن که بیان وارد حوزه برنامه‌نویسی بشن. به خاطر همین علاقه‌مند خیلی زیاد شده. ولی واقعیتش اینه که خیلی 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 زحمت داره. خب یعنی از دور همه ما رو آدمایی می‌بینن که کلاس کارمون شاید مثلا بالاست، درآمدمون خیلی بالاست، ولی خب واقعیت درونش خب یه خورده متفاوت‌تر از این چیزی که بیرون می‌بینن. درست. خیلی هم عالی. سوالی که مطرح میشه اینه که به نظر شما کسی که میخواد حالا در زمینه برنامه‌نویسی فعالیت بکنه چه روحیات و ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ ببینید از دید من که حالا 12 سال دارم کار میکنم، به نظرم کسی بخواد موفق بشه، همه تقریبا همه جور آدمی وارد حوزه برنامه‌نویسی شده و منم دیدم، ولی کسی که بخواد واقعا موفق بشه توی این حوزه چند تا ویژگی باید داشته باشه حتما. موفقم یعنی که هر روز پیشرفت بکنه، هر روز مثلا به اون درآمده که مد نظرش برسه، پروژه‌های خوبی بزنه، حتی به پروژه‌های خارجی و شرکت‌های خارجی هم وصل بشه. اینه که باید آدمی باشه که اهل چالش باشه. خب یعنی چجوری بگم، مثلا بعضیا روحیات کارمندطوری دارن، یعنی دوست دارن مثلا یه سری کارا رو 8 صبح برن تا 4 بعد از ظهر انجام بدن. خب ولی واقعیت اینه که برنامه‌نویس باید روحیات داشته باشه که اهل ریسک باشه، نمیدونم اهل یادگیری باشه هر روز. ما برنامه‌نویسا هر روز داریم چیزی یاد میگیریم. الان خود شما داری کار میکنید دیگه، همکار هستیم، ما هر روز داریم چیزی یاد میگیریم، هر روز چیزای جدیدی اصلا وارد بازار میشه، یهو هوش مصنوعی وارد میشه، خیلی از چیزها رو تغییر میده اصلا، که این خودش دوباره یه چالشیه، ما خودمون باید به روز بکنیم. ولی خب بقیه رشته‌ها این چالش رو ندارن، یعنی تو هر رشته‌ای تقریبا به اکثر رشته، حالا نگم همه، اکثر رشته‌ها یه چیزی رو مثلا یه استانداردی که یاد میگیرن حداقل تا 5 سال 10 سال آیندهش تقریبا همون باقی میمونه. ولی ما تقریبا هر 3 ماه یه بار، 6 ماه یه بار یعنی خودمون رو آپدیت می‌کنیم. خب یعنی مثلا الان حالا حوزه خودم که دات نت دارم کار می‌کنم، هر سال مثلا داره دات نت 7 بوده، الان 2-3 روز پیش مثلا دات نت 8 اومده. ما باید خودمون بریم آپدیت بکنیم روی دات نت 8، ببینیم چه ویژگی‌هایی اومده، چه کارهایی انجام میشه، چه کارهایی انجام نمیشه. یکی از مهمترین قسمت‌ها اینه که طرف خودش رو هر روز آپدیت بکنه و وصل بشه. بحث بعدی بحث اینه که کسی بخواد موفق بشه زبانش حداقل در حد متوسط خوب باشه. خب حالا اینا که میگم تجربیه، مثلا من خودم وقتی شروع کردم این ویژگی‌ها رو نداشتم، بعضیاشو تو طول این پروسه بهش رسیدم. من کلاس زبان مثلا خودم رفتم یاد گرفتم و 1 سال زمان گذاشتم تا به این حد برسم. خیلی از مقاله ها، خیلی از علم روز رو بخوای شما بهش دست پیدا کنی، علمیه که مثلا از حالا بدون تعارف از آمریکا و اروپا تقریبا میاد، و آمریکا بیشتر. شما باید بلد باشی انگلیسی بخونی، بلد باشی انگلیسی بفهمی، برای فیلمایی که توی یوتیوب میبینید یا بقیه حوزه ها بتونی درک کنی. پس یه ویژگیش اینه که اهل ریسک و اهل تلاش باشید که هر روز خودتون آپدیت کنید. یه بحث این که زبانتون خوب باشه. موردهای دیگه هم هست، مثلا که روحیه تعامل خوبی هم داشته باشین، چیزی که مثلا توی کشور ما یه مقداری کم هم هست متاسفانه. یعنی چون تیمای نرم افزاری خب 3 نفر 4 نفر 10 نفر دارن کار میکنن، باید بتونی با بقیه تیم تعامل بکنی. به خصوص پروژه نرم افزاری چالش‌های خیلی عجیب غریبی داره، به خصوص وقتی داری تیمی کار میکنی و پروژه بزرگی هم باشه، چالش‌های خیلی بعدی توی به خصوص تعامل بین اعضای تیم میخوره. خب اگر اعضای تیم نتونن با هم تعامل داشته باشن، چالش‌های خیلی بدی میخوره، که مثلا ما هنوزم میگم من خودم شخصا که مدیر پروژه الان تو شرکت‌ها هستم یا مشاور هستم، خیلی به این چالش برمیخورم. اینم باید تو ذهنشون داشته باشن اونایی که علاقه‌مندن بیان توی رشته. درسته. توی صحبتات یه اشاره به هوش مصنوعی داشتی. الان حالا با توجه به رشدی که مثلا توی 1 سال اخیر هوش مصنوعی داشته و با مطرح شدن حالا موضوعاتی مثل چت جی پی تی و سایر ابزارهایی که شاید مثلا کار برنامه‌نویسی رو، کار حالا
مربوط به حوزه‌های دیگر رو راحت‌تر می‌کنه. برداشتت از این که هوش مصنوعی میتونه چه تأثیری روی کار ما داشته باشه چیه و به چه صورت؟ ببینید هوش مصنوعی در حال حاضر خب که الان اومده با این امکانات، در حال حاضر خب یه ابزاریه که داره کمک میکنه به برنامه‌نویسا. خب خیلی هنوز دارن صحبت میکنن که داره جایگزین برنامه‌نویس میشه یا نمیشه. ببینید در حال حاضر که به نظر من هنوز قابلیتش نداره که جایگزین برنامه‌نویس‌ها بشه. حالا سالهای آینده چه اتفاقی میفته، دیگه تکنولوژی اینقدر عجیب غریب داره میشه کم کم که نمیشه حدس زد قراره مثلا 2 سال دیگه 5 سال دیگه چی بشه. ولی الان مثل به عنوان یه ابزار، یعنی خیلی از کارهایی که قرار ما ساعت‌ها در موردش سرچ بکنیم، ساعت‌ها در موردش مقاله بخونیم، الان خیلی راحت با هوش مصنوعی، با چت جی پی تی و خیلی چیزای دیگه با یه سوال 2 تا سوال کل اون مورد رو خود هوش مصنوعی به ما میگه، یعنی کل اون دیتایی که ما قراره سرچ بکنیم به صورت شسته رفته به ما میده. خاطر این الان در حال حاضر یه ابزاره و ما هم یعنی ما برنامه‌نویسا خب یه مورد دیگه که حالا تو سال قبلی هم پرسیدیم که انعطاف پذیر باید خیلی باشیم. حتی توی همه رشته‌ها باید انعطاف پذیر باشیم. یه زمانی مثلا اسنپ اومد، اسنپ که اومد خیلی از تاکسیدارا و آژانس‌ها اعتراض کردن که اینا اومدن کسب و کار ما داره از بین میره. من یادمه دقیقاً جلو فرمانداری‌ها و اینا خیلی اعتصاب میشد از این صحبت‌ها. ولی بحث اینه که اونایی که خودشون رو، یعنی اونایی که آدمای انعطاف پذیری نبودن و خودشون رو با این تکنولوژی وفق ندادن از دور خارج شدن. خیلی از آژانس‌ها از بین رفتن دیگه. خب یه سری شغل‌ها از بین رفت ولی یه سری شغل‌ها به وجود اومد. و خیلی تعداد کمی هم بودن که انعطاف پذیر بودن، با همون تاکسی با همون ماشینشون وارد اسنپ شدن و کار کردن و روال قبلی خودشون هم پیش بردن. بحث هوش مصنوعی هم تو برنامه‌نویسی همینه. ما اگر انعطاف پذیر نباشیم قطعاً آدم‌ها، یعنی برنامه‌نویسا که انعطاف پذیر نباشن قطعاً از بین میرن. درست. خب ولی باید سعی کنیم طبق تکنولوژی ما پیش بریم دیگه، چون کلاً کار برنامه‌نویسی اصطلاحاً اینه که لبه تکنولوژی راه رفتن همیشه. درسته. عباس جان تو متأهلی و یه کوچولو هم داری درسته؟ بله اگه خدا قبول کنه. آقا سپنتا. آقا سپنتا. الان چند سالشه؟ یه ماه دیگه 1 سالش میشه. خدا حفظش کنه. سوال من اینه که به عنوان یک شخص متأهل و کسی که حالا تازه هم بچه دار شده و پدر شده، به نظرت متأهل بودن و پدر بودن چقدر میتونه روی شغل ما تأثیر بذاره؟ روی شغل ما که ببینید تنها بحثی که الان حالا بچه دار شدن، حالا متأهلی که نه تأثیر خاصی به اون صورت نداره، یعنی به حال روال زندگیه. ولی بچه دار شدن خب اینجوریه که وقت آدمو بیشتر میگیره دیگه. یعنی من دیگه اون تایمی که قبلا میذاشتم برای آپدیت کردن خودم، برای یه سری کارهایی که انجام بدم دیگه واقعا نمیرسم. یعنی تقریبا فقط یه تایمی برای کار میذارم صبح تا بعد از ظهر که شرکت هستم و بعد از ظهر و اینا دیگه تقریبا بچه داری میکنیم، یه پوشک عوض میکنیم، شیر خوش بچه میدیم، از این کارا میکنیم، یعنی کمک خانم میکنیم. چون خب خانمم هم ایشون هم شاغل هستش دیگه، باید همکاری کنیم با هم. موضوع بعدی اینه که میخوام ببینم کلا تا حالا توی حالا این دوران مخصوصا توی چند سال اخیر به مهاجرت هم فکر کردی؟ خیلی زیاد، هنوزم دارم بهش فکر میکنم مهاجرت. یکی از دلایلی که هم حسرتشو میخورم که مثلا چرا زودتر زبان یاد نگرفتم و یعنی پارسالم روش داشتم تمرکز می‌کردم، چون من 1 سال تقریبا کامل وقت گذاشتم که زبان بخونم. همین مورد بود که واقعا می‌خواستم مهاجرت بکنم، حالا با توجه به اوضاع کشور و خیلی چیزای دیگه که خیلی از جوونا میدونن و خیلی از برنامه‌نویسان دارن بهش فکر میکنن. خب یعنی امکان نداره کسی برنامه‌نویسی کرده باشه 3-4 سال حداقل سابقه داشته باشه و به مهاجرت الان فکر نکنه. متاسفانه، البته باید بگم متاسفانه، چون ما دوست داریم خب تو کشور خودمون، تو شهر خودمون کار کنیم، نمیدونم علممون رو ارائه بدیم به جوان‌ترا، حالا بقیه و استفاده کنن، ولی خب دیگه با تجربه شرایط یخته پیش میاد. درسته. کلا حالا به نقل مکان حالا یا مهاجرت داخلی هم فکر کردی؟ مثلا بری توی یکی از شرکت‌های مطرح تهرانی کار بکنی؟ بله، من تهران که خب قبلا هم کار کردم ولی نقل مکان نکرده بودم، یعنی اونجا به صورت دورکاری بوده یا پاره وقت میرفتم تهران برمیگشتم.
بله تو جز گزینه‌ام هست که تهرانم حتی کار بکنم، ولی خب به خاطر شرایط فکری و این چیزام یه مقداری توی این تصمیم گیریم زیاد جدی نیستم که مثلا بخوام من واقعا تهران متمرکز کار بکنم اینا. چون من یه آدمی هم تقریبا شخصیتم اینجوریه که حالا اصطلاحاً میگن مدیریت ناپذیر هستم، یعنی با مدیرای بالا سر اگه بخوام کارمندطوری کار بکنم با مدیرام خیلی چالش می‌خورم. تو این سال‌ها اینو فهمیدم که مثلا با مدیرام خیلی چالش می‌خورم. بخاطر همین شرکت‌های تهران هم خب دیگه قوانین و قانون خاص خودشون دارن، سفت و سخت هم هستش. خب به هر حال اونجا هزینه‌های زیادتری دارن میکنن، سفت و سخت‌تر هستش. بخاطر این توی کاشان مثلا من از این لحاظ حداقل راحت‌ترم، ولی خب به تهرانم وصلم. خب یعنی میرم میام به خاطر اینکه هم علممو بروز بکنم، هم چیزایی که مثلا اونجا هست یاد بگیرم، شهر خودم مثلا به هم خودم استفاده کنم، هم به جوان‌ترا مثلا ارائه بدم. درسته. خب فکر نکردی که مثلا تا حالا این انتقاله و این نقل مکانه میتونه باعث پیشرفتت بشه، باعث رشدت بشه؟ چرا، قطعاً باعث پیشرفت میشه. قطعاً باعث پیشرفت میشه. حالا بحث اینه که به خاطر همین من یکی از موردایی که میرم تهران برمیگردم، یعنی سعی کردم در کنار اینکه حالا اینجا کار میکنم توی شهر ارتباطم با تهران هم داشته باشم، به خاطر اون بحث پیشرفته. ولی خب قطعاً برای حوزه کاری ما تهران خیلی فضای بزرگتر و بهتر و بروزتری داره. قطعاً. درست. توی صحبتات اشاره کردی که خب کارهای مدیریتی هم انجام دادی و حالا تا جایی که من میدونم روی چند تا پروژه مثلا نقش مدیر فنی داشتی، نقش مدیر پروژه رو داشتی. به عنوان یک کسی که حالا نقش مدیریتی میتونه توی یک تیم داشته باشه، اعضای تیم تو چجوری انتخاب میکنی؟ یعنی اون افرادی که دوست داری بیان توی تیمت باشون همکاری کنی، از نظر خودت چه ویژگی‌هایی واقعا باید داشته باشن؟ من حالا برعکس خیلیای دیگه روی مباحث شخصیتی خیلی بیشتر تمرکز میکنم تا بحث‌های فنی. این بحث‌های فنی هم نه که بگم مهم نیست، ولی خب برای من حداقل تو اولویت دوم قرار داره. یعنی من اگر قرار باشه بین دو نفر که اون شخصیتی که میخوام داشته باشه و کسی که فنی تر هستش، قطعاً شخصیت رو انتخاب میکنم. چرا؟ چون ببین اون بحث فنیه به هر حال بحث آموزشیه. حالا چه خودم چه شرکت چه هر چیزی که نیاز باشه در اختیارش قرار میدیم که طرف اون بحث فنی رو اوکی بشه هر جور شده. ولی بحث شخصیت چیزی نیست که بخوایم یاد طرف بدیم. شاید به هر حال با توجه به سن و شرایطش جوری باشه که طرف خیلی از این شخصیتش شکل گرفته و قابل تغییر هم نباشه. به خاطر اون خیلی برام اولویت داره. شخصیت هم مثل چی؟ مثل این که طرف پر انرژی باشه. این چیزایی که من دوست دارم اینه که طرف پر انرژی باشه، پیگیر باشه، علاقه‌مند باشه. یعنی من کارآموز داشتم که مثلا می اومده پیش من خیلی علاقه‌مند، ولی خب خیلی آدم بی‌حالی بوده و خیلی راحت بگم من باش حال نمی‌کردم مثلا کار بکنم، چون خودم آدم خیلی پر انرژی ام، هم سر کار هم تو طول زندگی و اینا. مثلا آدمایی هم که باشون کار می‌کنم پر انرژی و حالا اصلا شاد و فعال باشن. بخاطر همین خیلی توی این گزینه سعی می‌کنم که مد نظرم داشته باشم. و بعد بحث بعدی اینه که فنی باشه. فنی هم خب اگر واقعا یه سری خب هممون تو از لحاظ فنی هیچ وقت کامل نیستیم، چون برنامه‌نویسی سقفی نداره که بگیم من این سقفش قرار دارم. هر روز داره آپدیت میشه، چیزای جدیدی میاد. به خاطر همین زیاد رو بحث فنی مثلا من شاید 50% نظر داشته باشم، ولی روی بحث شخصیتی و رفتاری و اینا تقریبا 80-90% رو تصمیم گیری من تاثیر داره. درسته. خیلی هم عالی. فکر کنی اگه برنامه نویس نمی شدی چی کاره می شدی؟ یعنی چه شغلی رو دوست داشتی انتخاب بکنی؟ روانشناس. چرا اون وقت؟ کلاً از نوجوانی خیلی علاقه به روانشناسی داشتم. خیلی هم مطالعه میکنم، هم روانشناسی، یعنی تقریبا 10 سال 12 سالی روانشناسی خیلی مطالعه میکنم، مطالعه آزاد البته، آکادمیک نه. و جامعه شناسی هم خیلی میخونم. یکی از دلایلی هم که مثلا من خیلی حالا تقریبا سالی 4-5 تا کارآموز میگیرم و حالا سعی میکنم به اون حدی که نیازه برسه و وارد بازار کارشون بکنم، حالا چه پیش خودم کار بکنن چه حالا شرکت‌های دیگه که معرفیشون کنم. یکی از دلایلی که مثلا تونستم توی زمینه یه خورده موفق باشم تو بحث تربیت کارآموز این بوده که این علم روانشناسی بوده که مثلا من مطالعه داشتم، خیلی راحت بودم با
آدمایی مثلا من کارآموز داشتم از 15 سال تا تقریبا 35 سال مثلا داشتم، باشون با همه این قشر مثلا ارتباط بگیرم، چه دخترش چه پسرش چه حالا آقا خانم هر جوری که بوده تونستم ارتباط بگیرم. یکی از دلایلش این بوده که واقعا روانشناسی و جامعه شناسی و حالا بحث مدیریتی رو تونستم سعی کردم مطالعه بکنم که توی بحث رفتاری و حالا چیزی که میخوام از طرف استفاده بکنم تاثیر داشته باشه. درسته، خیلی هم عالی. بعد اهل مطالعه هم هستی؟ خیلی زیاد. آدم کتابخونی هستی؟ خیلی زیاد. بیشتر تو چه زمینه‌هایی در واقع مطالعه می‌کنی؟ گفتم اول روانشناسی، بعد کتاب‌های تاریخی. آخرین کتابی که خوندی چی بوده؟ آخرین کتاب که خیلی وقت گذشته، چون بچه‌دار شدم دیگه نمیرسم کتاب بخونم، ولی آخریش کتاب سینوحه بوده، کتاب تاریخی. سینوحه. خیلی هم عالی. به عنوان یه برنامه‌نویس سالاب شده که مثلا ازت یه سری کارهای عجیب غریب بخوان، یه وقتایی حالا بعضی از در واقع افرادی که اطراف ما هستن، حالا چون میشنون که ما برنامه‌نویس هستیم، مثلا یه سری کارهای که تو حوزه کاری ما نیست از اون، مثلا میگن که ویندوز تو عوض بکن، یا مثلا فلان شماره رو برای من هک بکن، اکانت تلگرام فلانی رو برای من هک کن. تا حالا همچین اتفاقات بامزه‌ای هم برات افتاده؟ تقریبا برای همه میفته، فکر کنم تو رشته کامپیوتر برای همه میفته، برای منم آره افتاده که اینستاگرام هک کنن، تلگرام هک کنن، از این چیزا که آره. حالا ویندوز نصب کردن که خب حالا راحت و بلدیم انجام میدیم، بقیه رو نه به اون صورت آشنایی باش ندارم و علاقه هم ندارم که بخوام انجام بدم اصلا. درسته. ما رشته‌مون یه جوریه که حالا فیلد کاریمون در واقع یه جوریه که شاید برای عموم مردم، اونایی که حالا یکم سن و سالشون بیشتره، مجهوله. تو به عنوان یه برنامه‌نویس شغل خودتو چجوری معرفی می‌کنی؟ مثلا اگه کسی ازت بپرسه که الان چی کاره هستی، کلا شغل خودتو چجوری معرفی می‌کنی؟ سوال سختیه. معرفی کردن شغل اونم خیلی سخته. من سال 91 که می‌خواستم شروع بکنم برنامه‌نویسی و خب خیلی تایم می‌ذاشتم، شاید روزی 12 ساعت مثلا تایم می‌ذاشتم که هم مطالعه داشته باشم تو این زمینه هم کار بکنم. و خیلی وقتا مثلا تا 11-12 شب شرکت و نمیدونم حالا تو خونه پا سیستم بودم. یادم مثلا بابام همیشه از من بازخواست می‌کرد منو که مثلا تو چی کار می‌کنی، اینقدر پا سیستم بازی می‌کنی و نمیدونم چشمات ضعیف میشه و فلان، از این حرفا که حالا شاید شما هم تجربه داشته باشید، بقیه هم داشته باشن. اونا فقط یاد گرفته بودن که مثلا میگن آره پسر ما مثلا برنامه‌نویسی می‌کنه، با کامپیوتر کار می‌کنه. بیشترین تعریف تقریبا همینه. چالش فکر کنم یکی از چالشایی که در واقع ما برنامه‌نویسی داشتیم همینه که چجوری شغلمون رو تعریف بکنیم که دقیقاً برای عامه قابل هضم باشه. واقعا. عباس کاشی الان توی موقعیتی که قرار داره، 2 تا سوال میخوام بپرسم. اولا که آینده برنامه‌نویسی رو چجوری میبینه و کلاً برای خودش در واقع چه آینده‌ای توی این فیلد کاری متصوره؟ سوال سختیه. کلاً چون من زندگیم 2 تا جمله، یعنی شعار زندگیم 2 تا جمله است. یکی از جمله‌ای که در لحظه زندگی میکنم، همیشه زیاد در مورد آینده فکر نمی‌کنم، ولی خب آدمی هم که همیشه رو به پیشرفت بودم. مثلا از من کسی بپرسه آدم موفقی هست یا نه، خودم 100% آدم موفقی میبینم. حتی خیلی شاید تعریفشون از موفقیت خونه و ماشین و والا حساب میلیاردی باشه، ولی خب من تعریفم از موفقیت اینه که هر سال مثلا پیشرفت دارم میکنم. یعنی الان که مثلا من توی 33 سالگی هستم، هنوز دارم مطالعه میکنم، هنوز دارم چیزی یاد میگیرم، حالا چه تو رشته‌ام چه چیزای دیگه، و این روند رو ادامه میدم همیشه تا زمانی که حالا بتونم و زنده باشم. خاطر این خودم آدم موفقی میدونم، یعنی نسبت به 10 سال پیش خیلی پیشرفت کردم، نسبت به سال گذشتم سعی می‌کنم خیلی پیشرفت داشته باشم، سال آینده هم همینطوری. خاطر این قطعاً از چیزی که الان هستم پیشرفت بیشتری خواهم داشت، ولی اینکه کجا باشم نمیدونم راستش، چون نمیدونم، شاید مثلا تهران باشم، مهاجرت کرده باشم، چون به همه اینا فکر می‌کنم همیشه، ولی منتظر موقعیت خوبش هستم. یعنی بی‌پروا مثلا دنبال نیستم که برم یا تهران یا اصلا خارج از کشور بخوام کار بکنم. درسته، خیلی هم عالی. در پایان اگه صحبت خاصی با
دوستان ما داری، با افرادی که حالا دارن این ویدیو رو میبینن، اگه صحبتی دارید ما در خدمتتون هستیم. بنده باشید. صحبت خاص که 1-2 دقیقه میخوام در مورد، حالا چون من با نوجوانا و جوانام دارم کار میکنم، حالا یه بحث شاید ربطی به برنامه‌نویسی این چیزام نداشته باشه بگم. اینه که حالا چون مطالعه‌ام یه مقداری داشتم و دارم سر و کله میزنم با جوان‌ترا، اینو من فقط مطرح کنم که خانواده‌ها، پدر مادرها مثلا با نوجوان‌ترا، چون حالا این چیزی که شاید جالب باشه چرا من مثلا روانشناسی دوست دارم، بعد توش مطالعه داشتم که من خودم مثلا دوران بچگی تا جوانی مثلا شاید جالبی نداشتم. خب یکی از دلایل و انگیزه‌ام این بوده. حالا این تو این رشته خیلی سعی کردم مطالعه داشته باشم که بتونم وقتی با جوان‌ترا کار میکنم براشون مثبت باشه، یعنی حداقل انرژی بگیرن از من، بتونم حمایتشون بکنم و چیزی یاد بگیرن. من صحبتی که دارم اینه که پدر مادرها که دارن مثلا با نوجوان‌ترا و جوان‌ترا دارن چیز میکنن، کار میکنن و حالا حمایت ازشون بکنن، خب خیلی نکته مهمیه که پدر مادرها حمایت بکنن. چیزی که الان جامعهمون خیلی درگیرش هستش این که تقریبا یه شکاف خیلی بزرگی بین پدر مادرها و فرزندان افتاده. خب و متاسفانه این شکافه، حالا چه از لحاظ ذهنی چه از لحاظ طبقاتی، هر چیزی که حساب بکنیم، باعث شده که این مقداری وضعیت جامعه و اجتماعمون مثلا به این شکل در بیاد. مثلا کسایی که میان پیش من کارآموزی میکنن، من توی شرکت مثلا بهشون اجازه میدم که کار کنن، اشتباه کنن و یاد بگیرن. این خیلی نکته مهمه که ما به جوان‌ترامون اجازه بدیم اشتباه کنن و یاد بگیرن. خب یعنی میدون رو براشون باز بذاریم و چی میگن، حالت سرکوفت هم نداشته باشیم. البته خب خیلی اون شاید این شکلی باشیم. مثلا یه موردی که از شرکت‌ها خیلی به من، یعنی مدیرای شرکت خیلی به من، شرکتایی که بودم حالا از گذشته تا الان، خیلی به من ایراد میگیرن که خب مثلا تا الان 1 نفر 2 نفر داریم میری شرکت، این داره میز اشغال میکنه، هزینه برای شرکت داره و خیلی چیزای دیگه به من میگن واقعا. ولی خب من اینا رو به جون خودم میخرم که دوستانی که میان مثلا اونجا استفاده کنن، اشتباه کنن، خطا انجام بدن و منم کنارشون وای میستم، مثلا اون خطا رو پوشش میدم که مدیرای شرکت و جای دیگه مثلا مشخص نباشه اینا پیشرفت بکنن. ولی خب این حس حمایت کردن تو خانواده خیلی خیلی کمه. چون من با بچه‌ها میشینم صحبت میکنم یا بچه‌ها با من میان میشینن درد دل میکنن تو این زمینا، این مشکل خیلی زیاده تو خانواده. امیدوارم حالا این صحبتای من اگه میشنون یه تجدید نظری مثلا توی رفتارهامون بکنیم. من خودم الان پدرم دیگه، تجدید نظری تو رفتارهامون بکنیم و از بچه‌هامون حمایت بکنیم، بذاریم اشتباه بکنن. بدون اشتباه کردن هیچ کسی چی یاد نمیگیره. من که الان مثلا 10 سال دارم برنامه‌نویسی میکنم، 12 سال دارم برنامه‌نویسی میکنم، به هر حال 4-5 سال اولش همش با سعی و خطا پیش رفتم. بذاریم اشتباه بکنن، یاد بگیرن و ما حمایتشون بکنیم. خب توی سنی هستن که تا 20-25 سالگی سنی هستش که به هر حال میتونن اشتباه بکنن و خطا بکنن و جبران بکنن. سن 30-35-40 سالگی دیگه واقعا وقت اشتباه کردن نیست. ممکنه زندگیشون نابود بشه، ممکنه خیلی چیزای دیگه منجر بشه. فقط همین، من این صحبت دارم برای اونایی که برنامه‌نویسی علاقه دارن. حالا اگر کمکی از دست من بر بیاد براشون انجام بدم، حالا چه مشاوره بخوام بدم چه بخوام کمک دیگه‌ای بکنم، من خدمتشون هستم. همین. خیلی عالی. خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودیم. من به شخصه از صحبتایی که کردید استفاده کردم، از تجربیات شما استفاده کردیم. امیدوارم حالا دوستانی هم که ما رو دیدن و شنیدن هم به بهترین نحو در واقع استفاده کرده باشن. بازم تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی و افتخار دادی که در خدمتت باشی. دوستان عزیز، همراهان گرامی، امیدوارم که این مصاحبه برای شما مثمر ثمر بوده باشه. از صحبت‌هایی که انجام شد بهترین استفاده رو بکنید، برای خودتون در واقع یک پلن و نقشه‌ای طراحی بکنید بر اساس صحبت‌هایی که انجام شد. پیشنهاد میکنم اگه انتقاد، پیشنهادی در مورد این سلسله برنامه‌ها دارید، حتما از طریق کامنت‌ها یا از طریق پیج و سایر خطوط ارتباطی که در واقع ما داریم به ما اطلاع بدید و با ما مطرح کنید.
حالا انشالله توی برنامه‌های دیگه با افراد دیگه هم صحبت خواهیم کرد. اگه فرد خاصی هم مد نظرتون هست میتونید به ما پیشنهاد بدید که انشالله در خدمت این دوستان باشیم. خیلی خوشحال شدیم که در خدمت شما بودیم. امیدوارم که همیشه اوضاع و احوالتون به کام و شیرین باشه. خدا نگهدار.